با درود خدمت دوستان گرامی، خیلی خوش آمدید به جلسه هشتم از آموزش اتوکد، طراحی کابینت و کمد دیواری. در جلسه گذشته ما طراحی کمد دیواری رو شروع کردیم، کمد دیواری مدرن، و همینطور اومدیم دیوارهای کج و قناس رو آموزش دادیم که چجوری برداشت اندازش انجام بشه، چجوری توی اتوکد بتونیم ترسیمش بکنیم و کار رو پیش بردیم. منتها یک مشکلی که داشتیم در جلسه گذشته راجع به این بلاک ها و آبجکت هایی بود که ما ازشون استفاده میکنیم و کارمون انقدر شلوغ بود و کلی آبجکت داشتیم که هر بار باید اینها رو بیایم درست بکنیم، اسکیلش رو درست بکنیم، لایه‌اش رو درست بکنیم و اینجا قرارش بدیم و کارمون منظم و شسته رفته نیستش، یک ساختار دقیق و مهندسی نداره، خیلی دستی داریم همین چیز رو انجام میدیم. و من تصمیم گرفتم که قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به بقیه بحثمون راجع به طراحی کابینت و کمد دیواری و غیره، بیایم اول توی این جلسه تکلیف بلاک ها رو مشخص بکنیم و ببینیم که باید چجوری ما بلاک هامون رو مدیریت بکنیم، بتونیم یک کتابخانه مخصوص بلاک داشته باشیم توی اتوکد که یک بار برای همیشه همه چیز شسته رفته بشه و از این به بعد توی طرحهای بعدیمون بتونیم به خوبی ازشون استفاده کنیم. منتها این بحث توی 2 جلسه اتفاق میفته، یکی این جلسه هستش و یکم جلسه بعدی، چون خیلی بحث گسترده‌ای هستش و توی این جلسه ما می‌خوایم که بپردازیم به نحوه ساختن بلاک‌های پارامتریک و همینطور تشکیل کتابخانه. در جلسه آینده می‌خوایم بلاک‌هایی رو بسازیم که کاملاً تصویر دارن، رنگی هستن و کلاً فضای کاری ما رو دگرگون می‌کنن، یعنی اصلا اون ذهنیت ما راجع به آبجکت گذاری توی اتوکد به طور کلی تغییر می‌کنه. منتها باید این جلسه رو حتما ببینید و یاد بگیرید و اون اصول و قاعده‌ای که اینجا آموزش داده میشه پیش نیاز جلسه آینده خواهد بود. برای شروع کار من میخوام که اینجا بیام و توی استارت یه دونه DWG جدید بسازم و با یک DWT این کارو میکنم که کاملا خام باشه. مثلا میام بروز تمپلیتس رو انتخاب میکنم و بعد این گزینه رو انتخاب میکنم تا برای من یک STB در نظر بگیره و اینکه هیچ چیزی نداشته باشه، لیاوت هاش همه خالی باشه و حجمی نداشته باشه، این فایل کاملا خالی باشه، لایه بندیش کاملا خالی باشه و بتونم ازش استفاده بکنم. این میشه قدم اول. قدم دوم اینه که بیام یونیت ستاپش رو درست بکنم. مثل همیشه یونیتس رو تایپ میکنم، اینو میذارم روی 2 تا صفر بعد از ممیز، این یکی رو هم همینطور و اینو میذاریمش روی سانتیمترز اسکیلمون رو و اوکی میذارم. اینجا هم میام روی این گزینه کلیک میکنم که صفحه من کاملا یک دست بشه و فایلم رو سیو میکنم. اینکه کجا این فایل رو سیو میکنیم بسیار مهمه. ببینید دوستان، من میخوام چه کار بکنم؟ من میخوام که بیام یک کتابخانه درست بکنم توی محیط اتوکد و این کتابخانه باید یک جایی ذخیره بشه و وقتی که توی این مکان ذخیره شد، اگر قرار باشه که من از این کتابخانه در آینده استفاده کنم یا بخوام برای یک کسی دیگه بفرستم اون سر دنیا یا بریزم روی سیستم همکارم، روی لپتاپ مثلا یکی از دوستام این ساختار رو حفظ بکنم، نیازمند این هستم که محل ذخیره سازیش چیزی باشه که توی تمامی کامپیوترها وجود داشته باشه. ببینید دوستان، ما توی بحث پارتیشن بندی میتونیم پارتیشن های مختلفی داشته باشیم. الان من مثلا دریو A دارم، C, D, F و غیره. ناماش هم خیلی درست و مرتب نیستش، اهمیتی هم نداره. اما دریو C توی تمام کامپیوترهای ویندوزی حتما وجود داره. یعنی ممکنه A نباشه، D نباشه، F نباشه، E نباشه، ولی C حتما هست. پس بنابراین ما باید فایلمون رو، این فایل مخصوص کتابخانه‌مون رو دارم میگم، توی دریو C ذخیره‌اش بکنیم. بهتره که وارد دریو C بشیم، اینجا یک نیو فولدر بسازیم که من قبلا ساختم، اتوکد لایبرریه و اینا رو ساختم. حالا میگم اینا چی هستن و کی استفاده می‌کنیم ازش. فعلا میخوام از صفر شروع بکنم. میام مثلا یه دونه نیو فولدر میسازم و نامش رو میذارم سورس و اینجا فایلم رو توی این سورس میخوام ذخیره کنم. آدرسش میشه این c2.source، یعنی هیچ چیز دیگه ای نباید وجود داشته باشه، کاملا مستقیم شما فقط فولدرت رو بندازیش توی دریو C و استفاده کن. بعد از اینکه کارت رو انجام دادی، فایلاتو ساختی، تموم شد، میتونی از این سورس یه دونه بکاپ بگیری توی یه دریو دیگه ذخیرهش بکنی، برای اینکه اگر ویندوزت رو عوض کردی دوباره از اون درایو کپیش بکنی بیاری توی دریو C، اینجا پیستش بکنی و بعد توی اتوکد بازش بکنی، یا
اگر برای هر کسی ارسال کردی خیلی راحت بندازتش توی درایو سی و استفاده کنه. خیلی ها هستن میرن لپتاپ میخرن، خودش ویندوز داره، یه دونه پارتیشن هم بیشتر نداره، اونم فقط پارتیشن سی هستش. خب شما نمیتونی به افراد بگی که مثلا برید پارتیشن بندی بکنید، درایو دیگه بسازید تا این کار بکنه. ممکنه نخوان این کارو به هر دلیلی انجام بدن. بنابراین ما باید با یک روشی بریم جلو که همواره جواب بده و از حاشیه و چالش خارج بشه. پس بنابراین من میام اینجا و فایلم رو سیو از میکنم. اینجا میام و دیسپلی رو انتخاب میکنم، توی درایو سی وارد پوشه سورس میشم و با یک نامی فایلم رو ذخیره میکنم. مثلا میخوام که این چیزی که میسازم، این کتابخونه مخصوص کمد دیواری باشه، نامشو میذارم کمد دیواری یا هر نام دیگه که خودتون دوست دارید. میتونید فارسی بنویسید، انگلیسی بنویسید. من فارسی مینویسم کمد دیواری و فایلم رو اینجا توی پوشه سورس توی درایو سی ذخیره میکنم. این میشه قدم اول. نکته‌ای که وجود داره دوستان اینه که شما دیگه حق ندارید نام این فایل رو تغییر بدید. یعنی به مجرد اینکه سیو شد توی درایو سی، بذارید من بیام اینجا، نه نام این سورس رو دیگه حق داری تغییر بدی، نه نام این DWG رو حق داری تغییر بدی. به مجرد اینکه نامش تغییر بکنه دیگه کار نخواهد کرد، مگه اینکه دوباره رینیمش بکنی به همون چیزی که از اول بوده. بنابراین راجع به نامگذاری هاتون باید دقت بکنید. این نکته خیلی مهمه. برمیگردم توی اتوکد. خب من الان این فایل خالیم رو ساختم. در قدم بعدی میخوام که بیام اینجا و تول پلت رو فعال بکنم. تول پلت چیه؟ کافیه که بنویسم تول، خودش پلتش رو مینویسه و اینتر که بکنم اینجا برای من یک منوی باز میشه به نام تول پلت و آل پلت رو برای من نمایش داده. اینجا هم پلت ها یا حالا به فارسی میگیم پالت های مختلف رو ما اینجا داریم و میتونید روشون کلیک بکنید و محتویات این قسمت تغییر میکنه و میشه ازشون استفاده کرد. یک امکان خیلی جالبیه و این پالت های آماده خود اتوکده که در اختیار ما قرار داده چیزای جالبی داره. حالا میتونید سر بزنید و ازش استفاده کنید. مثلا این وهیکلز رو انتخاب میکنم، میذارمش اینجا و مثلا میتونم اینجا روش کلیک بکنم. اینجا پارامتریکه، این گزینه میاد و میتونم روش کلیک بکنم و مثلا بگم از نمای روبرو میخوام ماشین رو ببینم یا مثلا میخوام از نمای تاپ ببینمش و به همین ترتیب میتونیم اینا رو استفاده کنیم. ما دقیقاً بهتون قرار آموزش بدیم چجوری خودتون بتونید همچین بلاکی رو بسازید و توی این جلسه کار خواهیم کرد. به تمامی این موارد خواهیم پرداخت به این ترتیب. یا چیزای دیگه هم وجود داره که برای اهداف گوناگون میشه ازشون استفاده کرد. مثلا اگر که شما میخواید که یک اتوبانی رو طراحی بکنید، توش علائم راهنمایی رانندگی بذاری، میتونی خیلی راحت بیاین از این علائم استفاده کنی و تغییرش بدی به چیزهای دیگه. خیلی راحت میشه ازشون استفاده کرد و آماده اینجا وجود داره. اما ما قراره که طراحی کابینت و کمد دیواری انجام بدیم. این پالت ها به درد کار ما نمیخورن، خیلیاشون اصلا کاربردی ندارن برای ما. مثلا الان این هچ ها رو خب ما تو خود دستور هچ هم داریم، حالا چه نیازی بیایم اینجا انتخابشون بکنیم. ولی حالا اینجا به صورت آماده هم برای شما این چیزایی رو قرار داده و میتونید ازش استفاده بکنید. من میخوام که کلیه این چیزایی که اینجا وجود داره رو ازشون یک بکاپ بگیرم، بذارمش توی یک مثلا درایوی قرار بدم ذخیره باشه که اگه خواستم برشون گردونم و بعد همه اینا رو پاک بکنم. برای اینکه این کارو انجام بدم کلا میام اتوکدم رو میبندم، کاری با اینجا دیگه ندارم. اینو هم سیوش رو میزنم و میبندمش. ببینید دوستان یک آدرسی وجود داره که توی این فایل، من این فایل رو در اختیارتون قرار میدم. توی وبسایت هم که مثل همیشه اگر آدرسش رو ندارید توی دیسکریپشن همین ویدیو میذارم، وارد وبسایت میشید، توی گوگل درایو جلسه سشن 8 رو که انتخاب بکنید این فایل داخلش قرار داره. توی این فایل یک آدرسی وجود داره، این آدرس که شما باید نام کاربری رو خودتون ادیت بکنید. چجوری پیداش بکنید؟ برای کامپیوتر من اسمش تکنا هستش. کافیه که شما بیای اینجا مثلا روی داکیومنت کلیک بکنی و بعد اینجا یه دونه کلیک بکنی، اینجا اون نام رو مینویسه برای شما. مثلا نوشته سی یوزر تکنا، این تکنا مال منه، برای شما یه چیز دیگه میتونه باشه. اینو سلکتش میکنی، کپی میکنی، میای اینجا و با این نام کاربری جایگزینش میکنی، میشه این آدرس و بعد این آدرس رو کپی میکنی و میتونی اینجا پیستش بکنی، اینتر بکنی و وارد شاخه‌ای بشی که این فولدر تول پلت برای اتوکدتون اینجا وجود داره. برای اتوکد 2026 هستش این آدرس دیگه. توصیه ما هم همیشه این بوده که از اتوکد ورژن جدید استفاده کنید که آخرین ورژن هم 2026 هست. اگر 2025 باشه بعد توی آدرس اینو بکنیش 2025 تا به این فولدر ساپورت برسی و این تول پلت رو اینجا پیداش بکنید. واردش که بشی یه دونه فایل اینجا داره، یه دونه پوشه دیگه هم هست که این موارد توش هستش. شما کافیه که بیای از این تول پلت یه دونه بکاپ بگیری، اینجا کنترل سی رو بزنی. حالا یه جا مثلا من الان فعلا میذارمش توی دسکتاپ، اینجا گذاشتم
این تو پلت وارد شد. الان بکاپمو گرفتم، حالا میتونم توی دریو سیم نباشه ببرم توی دریو دی یا ای که اگه ویندوزمو عوض کردم پاک نشه، اهمیتی نداره. در هر صورت اگر ویندوزتونم پاک بشه دوباره نصب بکنی اتوکد رو، خودش تو پلت رو با همه این مشخصات میسازه. اینو ازش بکاپ بگی که اگر دوست داشتی برش گردونی بتونی کار رو انجام بدی. وقتی که این بکاپ رو گرفتی، این پوشه رو توی این شاخه‌ای که اومدیم پیداش کردیم باید پاکش بکنی. من اینجا شیفت دلیتش میکنم و پاک میشه. حالا میام اینجا و اتوکدم رو دوباره باز میکنم. خب اتوکد باز شد. من میام اینجا و فایلم رو باز میکنم، همین سشن 8 که داشتیم رو میارم و اون DWG کمد دیواری هم که اینجا باشه رو باز میکنم که بتونیم تغییراتش رو اعمال بکنیم. برمیگردم اینجا. من میخوام که الان اینجا بیام و پلت های خودم رو بسازم. همونجور که میبینید کامل اینا خالی شد، تمامی اون پالت ها پاک شد. دوستان نگران نباشید، اگر میخواد برگرده فقط کافیه که شما این فولدر رو توی اون آدرس بشونیش و بعد دوباره اتوکدت رو باز بکنی و تمامی اون موارد برمیگرده. ولی ما دیگه بهش نیازی نداریم، ما میخوایم پالت های مخصوص خودمون رو بسازیم. برای اینکه این کار رو انجام بدم در قدم اول میام اینو رینیمش میکنم. میتونم روش کلیک راست بکنم و گزینه رینیم پلت رو انتخاب بکنم و یک نامی در نظر بگیرم، مثلا همون نام کمد دیواری. اون تا بهتر که قبل از اینکه کار انجام بدم نامش رو اینجا بنویسم. مثلا می‌نویسم کمد دیواری و بعد اینجا سلکتش میکنم، کپیش میکنم، میام اینجا رینیم رو میزنم و پیستش میکنم و اینتر میکنم. نامش درست شد. اگر بخوام پلت های دیگه‌ای بسازم کافیه اینجا کلیک راست بکنم و نیو پلت رو انتخاب بکنم. به این ترتیب نامش هم میتونم انتخاب کنم. اگرم بخوام پاکش کنم میتونم روش کلیک راست بکنم و دلیت پلت رو انتخاب بکنم، اوکی بزنم و پاک میشه. این نحوه مدیریت کردن این فضا هستش. حالا من میخوام توی این پلت کمد دیواریم بیام و پلت هام رو بسازم، بلاک هام رو وارد بکنم. برای اینکه این کار رو انجام بدم باید حواسم باشه که چیزهایی که اینجا قراره وارد بشه از این محیط توی DWG سشن 8 نباید اتفاق بیفته، باید از این DWG اتفاق بیفته، یعنی DWG کمد دیواری. اگر از اینجا من چیزی رو وارد بکنم پث یا مسیرش مربوط میشه به اون فولدری که این فایل سشن 8 من توش ذخیره شده. جای نادرست باید همش توی اون فولدری باشه که توی دریو سی هستش و میشه همین DWG کمد دیواری. این نکته ها رو باید بهش خوب دقت بکنید. پس مثلا من میخوام که بیام و این موضوع رو، یعنی این رگال لباس مردونه رو تبدیلش بکنم به یه دونه بلاک و اینجا قرارش بدم. میام این موضوعات رو اینجا انتخاب میکنم به همراه این موضوعات که مال رگالمون باشه و همشو که انتخاب کردم کپی میکنم، کنترل سی، میام اینجا و پیستش میکنم. این میشه قدم اول. قدم بعدی من باید یک لایه‌ای بسازم مخصوص همین پلت هم باشه، مثلا لایه‌ای به نام کمد دیواری. میام اینجا لایه پراپرتیز رو باز میکنم و اینجا یک لایه جدید باید بسازیم. خب مثل همیشه توی این قسمت من کمد دیواری رو مینویسم و کپی میکنم و میام اینجا لایه جدید رو ایجاد میکنم، پیستش میکنم و اینتر میکنم. همینجا میام پلات استایلش هم درستش میکنم، اینو کلیک میکنم و میذارمش روی حالت مونوکروم و بعد استایل 1 رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم. اینو هم درستش میکنم به همین ترتیب و الان همه چیز آماده است. این پنجره رو میبندمش و این موارد رو قراره وارد اون لایه بکنیم. الان توی لایه آبجکت میذارمش توی لایه کمد دیواری. کارم که تموم شد توی لایه کمد دیواری هم قرار میگیرم. ما هر کاری قراره اینجا انجام بدیم باید توی لایه کمد دیواری باشه، نه هیچ لایه دیگه‌ای، نه لایه صفر. اینا رو باید بهش دقت بکنید. خیلی خوب. حالا من میام اینجا این موضوعم رو انتخاب میکنم و میخوام که مووش بکنم یه جای دیگه و میذارمش اینجا که فعلا خالی باشه. بعدن این لباسا رو هم اضافه خواهیم کرد. میخوام که این موضوعم رو بکنمش یه دونه بلاک و اینجا قرارش بدم. خب خیلی راحت میتونم این کارو انجام بدم دیگه. میتونم بیام مثلا بی اینتر رو بزنم، یک نامی در نظر بگیرم، مهم نیست، مثلا 01، یک پیک پوینتی رو براش در نظر بگیرم، مثلا هر کجا که شد اینجا و بعد سلکت آبجکت انتخاب بشه، اینتر کنم. الان بلاک من ساخته شد. حالا میتونم با کلیک و درگ بندازمش اینجا، ولی کار نمیکنه. الان این کارو انجام بدم ارور میده. چرا؟ چون باید فایلم رو سیو بکنم. وقتی که کارم تموم شه باید کنترل اس رو بزنم کارم سیو شه. حالا میتونم با کلیک و درگ بندازمش اینجا. نکته‌ای که وجود داره اگر سریع کلیک و درگ بکنی کار نمیکنه. باید یک دور انتخابش کنی، آبی بشه، سلکت بشه و بعد دوباره کلیک کنی، یکم نگه داری و بعد انتقالش بدی به این قسمت. حالا الان این بلاک ما اومد توی پلت ما قرار گرفت. اگر روش کلیک بکنم و بیام توی این محیط دقیقاً از همون جایی که براش پیک پوینت در نظر گرفتم انتخابه و میتونم بذارمش سر جاش. اما این کار
اشتباه پیک پوینت من جای نادرستیه، به درد من نمیخوره. من ببینید میام اینجا توی این DWG سشن 8 خوب دقت کنید، الان پلت من اینجا هم کار میکنه، میتونم اینجا کلیک بکنم و بیارمش توی این محیط ازش استفاده بکنم. اما من دلم میخواد زمانی که کلیک میکنم میارمش اینجا تو جای درست قرار بگیره. به عنوان مثال میخوام از زیر این قسمت تا زیر سقف من 10 سانتی متر دقیقاً فاصله وجود داشته باشه و من با یه دونه کلیک بذارم اینجا، دیگه نیازی نباشه مووش بکنم، جابجاش بکنم. میخوام سرعت کارم رو افزایش بدم، پس بنابراین میام اینجا و این موضوع رو دلیت میکنم، پاکش میکنم، برمیگردم کجا؟ میام توی DWG کمد دیواری، بریم که درستش بکنیم. خب اول میام اینجا این بلاکم رو اکسپلود میکنم، EXPL رو میذارم تا اکسپلود بشه، دوباره باید بلاک رو بسازیم. برای اینکه این کار رو انجام بدم میام و یکم شکلم رو میخوام مرتب ترش بکنم. الان اینا مثلا رکتانگل های جدا از هم هستن و به هم ارتباطی ندارم، میخوام اینا رو همه رو یک پارچه بکنم. میام اینجا تریم رو در نظر میگیرم، میتونم الان اینو هم تنظیم کنم تو جای نادرستیه، اینا رو پاک میکنم، یه دونه لاین جدید از میت پوینت این ترسیم میکنم با اسنپ روشن و بعد یه دونه آفست 1 سانتی میگیرم ازش به سمت بالا و به سمت پایین تا دقیقاً این 2 سانتی متری وسط کار من بیفته. حالا با دستور EX اینتر اینا رو میچسبونم این طرف و بعد میام دستور تریم رو در نظر میگیرم، اینا رو پاک میکنم، اینجا هم اینا رو پاک میکنم که این یک تکه و یک پارچه بشه. حالا اینا هنوز جدا از هم هستن، اینا باید یه تیکه بشه. کافی اینا رو انتخاب بکنم، جی اینتر رو بزنم، قبلا درسش دادم و اینا جوین میشن، یه تیکه میشن. اینجوری خیلی بهتره. سعی بکنید تا جای ممکن اون چیزی که میخواید بلاک بسازید یک پارچه باشه، تیکه‌های جدا از هم نباشه تا کنترلش راحت تر باشه. خب این کار انجام شد. حالا من میخواستم که تو فاصله 10 سانتی متری از زیر سقف قرار بگیره دیگه. میام یه دونه لاین میکشم از اینجا به سمت بالا و عدد 10 رو وارد میکنم. حالا میام اینجا و بی اینتر رو مینویسم و بلاکم رو میسازم مثلا با نام 02 و اینجا پیک پوینت رو میزنم و روی این نقطه خوب دقت کنید اینجا کلیک میکنم و سلکت آبجکت رو هم انتخاب میکنم، موضوع رو انتخاب میکنم، اینتر میکنم و اوکی میکنم. الان بلاک من ساخته شد. حالا اگر که این بلاک رو بیارم بندازمش اینجا بازم کار نمیکنه، باید از کارم سیو بگیرم، کنترل اس و بعد میایم جابجاش میکنیم، میندازیمش اینجا و میتونیم حالا ازش استفاده بکنیم. من این موضوعات رو پاک میکنم که بتونیم اینجا مثالمون رو زده باشیم. ببینید الان من میام اینو انتخابش میکنم و دقیقاً توی جای درستی انتخاب شده. اگر بیام اینجا کلیک بکنم دقیقاً از زیر این تا این بالا تا زیر سقف من چقدر 10 سانتی متره. با استفاده از لینیر میتونم چکش بکنم. ببینید 10 سانتی متر دقیقه و دیگه من نیازی نیستش بیام هر بار اینو مووش بکنم. اما همچنان یک مشکلی وجود داره. مشکلی که وجود داره اینه که الان این رگال برای این یونیت ساخته شده، ممکنه یونیت من ارزش کمتر باشه، دوباره من مجبورم اینو تغییر شکلش بدم. الانم اگر بخوام اینجا بیام استرچش بکنم، اس اینتر بزنم، این شکلی کار نمیکنه، بلاکه، با استرچ کار نمیکنه. شاید بتونم اسکیلش بکنم، مثلا انتخابش بکنم بزنم SC اینتر، بعد بیام اینجا کلیک بکنم و بعد مثلا با اسکیل این کار انجام بدم. خب اسکیلش بکنم این دیگه 2 سانتی متر نیست، کوچیک‌تر شده، به هم ریخته، دفرمه شده، الان شده 1.17. به درد نمیخوره. پس باید چه کار کنیم؟ من میام اینجا اینو هم پاک میکنم، اینم ایراد داره، بریم که یکم کامل ترش بکنیم. من میام بلاکم رو هوشمندش میکنم، اینو از حالت بلاک خارجش میکنم، EXPL رو میزنم و دوباره بلاکم رو میخوام بسازم. این بار میام مینویسم بی اینتر و نامش رو میذارم میله رگال پارامتریک و پیک پوینتش رو میزنم کجا؟ دقیقاً همینجا و میام سلکت آبجکت رو میزنم، این موضوع رو انتخاب میکنم و اینتر میکنم. حالا اوکیش میکنم و بلاک من ساخته میشه با پیک پوینت درست و بلاکم رو انتخاب میکنم، روش دابل کلیک میکنم تا این پنجره باز بشه و اوکی رو میزنم. خب وارد بلاک ادیتور شدیم و اینجا میخوایم بلاکمون رو پارامتریکش بکنیم. میخوایم که در حقیقت جوری بلاکمون رو در نظر بگیریم که اون عملیات استرچ انجام بشه و نیازی هم نباشه دیگه ما از این به بعد دستوری بخوایم وارد بکنیم و بتونیم همیشه ازش استفاده بکنیم بدون اینکه اسکیلش به هم بخوره، بدون که دچار مشکل بشه. برای اینکه این کارو انجام بدم این قسمت من یک پلتی دارم که مخصوص بلاک ادیتوره. ببینید دوستان من اینجا کنترل 3 رو میزنم و حالا الان خیلی جالبه که این پلت منو اینجا آورده، معمولا بالا پایین میکنه. کنترل 3 رو میزنم که اون تو پلتم پاک بشه، فقط این پلت مخصوص بلاک ادیتور رو ببینم. بذارین اینجا خارج بشم. ببینید دوستان ما اینجا اومدیم نوشتیم تول و تو پلت فعال شد. میتونیم که از کنترل 3 استفاده کنیم، یعنی CTRL رو نگه داریم، عدد 3 رو بزنیم، پاک میشه.
دوباره بزنیم برمیگرده با کنترل 3. منتها این 3 بالای کیوورتی کیبوردته که کار میکنه. اگر کنترل رو نگهداری عدد 3 سمت راست کیبورد رو بزنی کار نمیکنه. اینو باید دقت بکنید. من اینو پاکش میکنم، میام اینجا دابل کلیک میکنم و وارد این قسمت میشم. حالا پلتی که اینجا دارم مخصوص بلاک ادیتور من هستش. حالا توی این قسمت ما پلت های مختلفی رو داریم دیگه و قراره که به مرور باشون آشنا بشیم. فعلا میخوایم با سربرگ اکشن و پارامتر کار بکنیم. اینجا پارامترها رو داریم و اینجا هم اکشن هایی که میتونن به این پارامترها تعلق بگیرن. خوب دقت بکنید. اینجا ما پارامترهایی داریم که این پارامترها با استفاده از این اکشن ها میتونن جون بگیرن، میتونن برای ما یک کاری رو انجام بدن، وابسته هستن به این اکشن ها. پس من میخوام که چه کار بکنم؟ میخوام که این موضوعم کشیده بشه، استرچ بشه و هر کاری که دلم بخواد توی این استرچ انجام بدم بدون اینکه بخوام دستور رو وارد بکنم. برای اینکه این کارو انجام بدم میام توی پارامترها و این لینیر رو انتخاب میکنم. شبیه دایمنشن هم هستش. دو تا نقطه باید براش تعریف بشه. چه نقطه‌ای باید تعریف بشه؟ باید بیرونی ترین نقاط این موضوع هم انتخاب بشه. یعنی کجا؟ یعنی اینجا و اینجا. کلیک میکنم، یکم میارمش بالاتر، اینجا قرارش میدم. در قدم بعدی میام و یک اکشنی رو میخوام به این دیستنس هم نسبت بدم. ببینید این دایمنشن نیست، دیستنسه و اکشنی که میخوایم بهش نسبت بدیم چه اکشنیه؟ اکشن استرچ هستش. روش کلیک میکنم و به من میگه که پارامترت رو انتخاب بکن. خب این پارامتر منه دیگه. روش کلیک میکنم. حالا به من میگه که باید نقطه ای رو انتخاب بکنی که قراره اونجا چه اتفاقی بیفته. یک گریپی بذاره که من از اون نقطه بتونم استرچ رو انجام بدم. خب اون نقطه بهتره کجا باشه؟ بهتره که این قسمت باشه. چرا؟ ما اومدیم این قسمت چی رو تعریف کردیم؟ اومدیم پیک پوینتش رو تعریف کردیم. یعنی این میچسبه به دیواره سمت راست کمد دیواری من و از این قسمت قراره که دیواره سمت چپ رو پیدا بکنم، استرچش بکنم، بچسبونم به دیواره سمت چپ. پس این نقطه رو من باید بیام انتخاب بکنم. انتخابش کردم، روش کلیک کردم توی قسمت نود. کارم که تموم شد. حالا باید بیام یک کادری بکشم برای استرچم که بدون چه چیزی رو باید استرچ بکنه دیگه. نباید بیام کلش رو انتخاب بکنم، فقط باید این ناحیه رو انتخاب بکنم. یه دونه کلیک اینجا کردم، کادرم که کشیده میشه میارمش تا اینجا. یه دونه دیگه کلیک میکنم تا این قسمت از موضوع من استرچ بشه. حالا به من میگه چی؟ میگه آبجکتت رو انتخاب کن. من اینجا آبجکتم رو انتخاب میکنم. چون جوینش کردم یک پارچه هستش، کلش انتخاب میشه و حالا اینتر رو میزنم و چه اتفاقی افتاد؟ اون اکشن به این دیستنس اضافه شد و آیکونش هم اینجا اومده. ببینید نوشته استرچ. کار تمومه. میام اینجا کلوز بلاک ادیتور رو میزنم، سیوش میکنم و ببینید چه اتفاقی افتاده. اینو دیگه پاکش میکنم. الان این بلاک من یه دونه گریپ جدید داره به شکل مثلث. روش کلیک بکنم میتونم به این زیبایی جابجاش بکنم و الان شد یک بلاک پارامتریک. کنترل 3 رو میزنم، تو پلت میاد و از کارم یه دونه سیو میگیرم با کنترل S و این موضوع رو میندازمش اینجا. میله رگال پارامتریک. یه دونه عکس صاعقه هم اومده. اون به این معناست که این آبجکت من، یا بهتر بگم این بلاک من پارامتریکه و میام اینجا مثلا توی همین سشن 8 و اینجا قرار میگیرم، میخوام میله رگال بذارم. اینو انتخابش میکنم، میام اینجا. همه چیزش درسته، فقط کافیه که توی این نقطه بیام کلیکم رو انجام بدم، یعنی تو محل تقاطع بدنه و سقفم. اینجا کلیک رو انجام میدم. حالا فقط کافیه که دوباره اینو انتخاب بکنم، از این مثلث بگیرم، بکشمش، بندازمش اینجا با استفاده از اسنپ. به همین سادگی من تونستم میله رگالم رو جوری طراحی بکنم که تو جای درست و دقیق قرار بگیره و به هر سایزی که من دلم میخواد بتونه استرچ بشه، بدون که دستوری بخوام وارد بکنم. هر چقدر بخوام میتونم اینو کم و زیادش بکنم. این جادوی بلاک ادیتوره. بریم که ادامه بدیم و کامل ترش بکنیم. برمیگردم اینجا توی کمد دیواری. من میخوام چه کار بکنم؟ میخوام یک میله رگالی داشته باشم که وقتی اینجا قرارش دادم خود اون لباسهایی هم که داشتیم، این لباسها هم وجود داشته باشه و این لباسها هم تعدادش دست من باشه که چقدر زیاد باشه. مثلا 2 تا لباس باشه، 3 تا لباس باشه، چند تا باشه. اینا رو هم میتونیم ما پارامتریکش بکنیم. بریم که انجامش بدیم. خب من میام اینجا این موضوع رو یکم بزرگترش میکنم و این موارد رو با استفاده از مو و از این نقطه میذارمشون اینجا به این ترتیب و جاش رو کنترل میکنم. یه دونه لاین میکشم از اینجا به سمت پایین و این موارد رو یکم مووش میکنم سمت راست با استفاده از ارتوی روشن که جابجا هم نشه توی محورهای دیگه. اینجا به نظر مناسب، فاصله خوبی داره با این خط. این خط حکم چی رو داره؟ حکم دیواره کمد دیواری منو داره. حکم این خط رو داره. نمیخوام از کمدم بیرون زدگی داشته باشه. برای همین دارم با وسواس کارم رو انجام میدم. حالا میام این موارد اضافی رو پاک میکنم. من یه دونه کت نصفه دارم، یه دونه کت کامل دارم. چون این افتاده پشت این نصفه است. اگر بیارمش این طرفتر میبینید که
نصفه هست میذارم توی جاش باقی بمونه. در قدم بعد میام چه کار میکنم؟ میام اینجا و میخوام که یک بلاکی بسازم که همزمان هم این کار بکنه هم اینا بتونن پارامتریک بشن. خب بریم که کارمون رو انجام بدیم. من میام اینجا بی اینتر رو مینویسم و اینجا یک نامی رو در نظر میگیرم، رگال مردانه پارامتریک، و پیک پوینت رو میزنم روی این نقطه، کلیک میکنم و اینجا سلکت آبجکت رو میزنم، این موضوع رو انتخاب میکنم، اینا رو هم انتخاب میکنم و اینتر میزنم و اوکی میکنم و روی بلاک هم دابل کلیک میکنم و واردش میشم. حالا میام اینجا و در قدم اول باید دوباره بیام و اینجا لینیر رو انتخاب بکنم، اینجا کلیک بکنم تا اینجا و میل رگالمون رو اول درست بکنیم. یه دونه اکشن استرچ رو نسبت میدم به این پارامتر و بعد این نقطه، این کادر و این موضوع انتخاب، اینتر. در قدم بعدی برای اینکه این لباس ها تکرار بشن من باید که این لباسم رو ثابت نگه دارم و اینا رو تکرار بکنم. خب میام اینجا توی پارامتر یه دونه لینیر در نظر میگیرم و مثلا میام اینجا از این نقطه کلیک میکنم به این طرف و میام اینجا توی اکشن یه دونه اکشن اری نسبت میدم به این دیستنس و بعد آبجکتم رو انتخاب میکنم که این باشه، اینتر میزنم. حالا باید یک فاصله در نظر بگیرم. این فاصله که این آبجکت ها با هم داشته باشن خیلی مهمه که چقدر باشه. من میام اینجا و این نقطه رو انتخاب میکنم. حالا نقطه جالبی هم نیستش، یک بار دیگه من این اری رو نسبت میدم به این پارامتر، به این و اینتر. یه جای دیگه رو انتخاب میکنم، مثلا سعی میکنم اینجا انتخاب بکنم تا این نقطه یکم بیرونتر، مثلا تا اینجا انتخابش میکنم. حالا کلوز رو میزنم و سیوش میکنم و چک میکنم و الان تقریبا مناسبه. الان کار ما انجام شد. یعنی چی؟ من میتونم اینجا انتخابش بکنم، روی این گریپ کلیک بکنم و تعدادش رو کم بکنم. میبینید داره اری به خوبی انجام میشه، همینجوری داره تکرار میکنه برای من. و اینجا هم اگر اینو کلیک بکنم میتونم رگالم رو کم و زیاد بکنم. الان به خوبی من تونستم که یک رگال پارامتریک داشته باشم. حالا از کارم با زدن کنترل اس سیو میگیرم، کنترل 3 رو میزنم، این میاد و این موضوع رو میندازمش اینجا، رگال مردانه پارامتریک. اینو دیگه پاکش میکنم، لازم ندارم. میام اینجا و الان این موضوع رو پاک میکنم، این رگال مردانه پارامتریک رو انتخاب میکنم، میذارمش اینجا و بعد میام اینجا اینو انتخابش میکنم، از اینجا میذارمش اینجا با 2 تا کلیک و اینو هم تا اینجا ادامه میدم تا پر بشه. به همین راحتی حالا دیگه من هر چیزی که داشته باشم، هر کمدی با هر ابعاد و اندازه‌ای که داشته باشم، میتونم که خیلی راحت بیام و پرش بکنم. ببینید من میام اینجا اینو انتخاب میکنم، اینجا مثلا توی این نقطه کلیک میکنم، از اینجا میذارمش اینجا، با استفاده از اسنپ از اینجا هم کلیک میکنم تا اینجا قشنگ پرش میکنم. به همین راحتی. این یکی میخوام انجام بدم، اینجا کلیک میکنم، اینجا کلیک. ببینید با 3 تا کلیک داره کار انجام میشه ها. یه دونه کلیک اینجا کردم که تو جای درست قرار بگیره با فاصله 10 سانتی متری. یه دونه کلیک اینجا کردم، استرچش کردم، چسبوندم اینجا. یه دونه کلیک هم کردم که تعداد این کدها اضافه بشه. به همین راحتی من میتونم حالا از این رگال مردانه برای همیشه استفاده بکنم. خب توی قدم بعدی من میخوام که برم سراغ یه موضوع دیگه. مثلا این باکس هایی که اینجا قرار میدیم میخوام سایزش قابل کنترل باشه. مثلا میخوام بتونم اینو اسکیلش بکنم و بزرگ و کوچیکش بکنم دیگه. الان این یک بلاکه، میتونم این اسکیل رو روش انجام بدم و کار میکنه، ولی میخوام که به جای که دستور وارد بکنم راحت‌تر این کار رو انجام بدم. مثلا پارامتریک بشه، خیلی راحت‌تر بدون اینکه دستوری وارد بکنم با یه دونه گرید این کار رو انجام بدم. برای اینکه این اتفاق بیفته از این موضوع هم یه دونه کپی میگیرم، میام اینجا و پیستش میکنم. این موضوع رو اکسپلودش میکنم به این ترتیب و سایزش رو چک میکنم الان چه سایزی داره. تقریبا یه همچین سایزیه. من این 21 رو ازش میخوام بگیرم، سایزش یکم بهتر بشه 46. الان همه چیز درسته. حالا میام و این موضوع هم رو توی لایه درست قرارش میدم، توی لایه کمد دیواری میذارمش و بعد میام یه دونه بلاک میسازم، مثلا به نام 03 چون قراره حالا تغییراتی بدیم و پیک پوینتش رو میذارم این دفعه این وسط. دیگه نمیام گوشه ها رو انتخاب بکنم، این وسط و پایین که دقیقاً روی طبقه من بشینه. توی میت پوینت کلیک میکنم و بعد سلکت آبجکت موضوع رو انتخاب میکنم، اینتر میکنم و اوکی میکنم. میام اینجا و دابل کلیک میکنم روش و وارد بلاک ادیتور میشم. کنترل 3 رو میزنم که تو پلت پاک بشه و میخوام که یک عملیات اسکیل رو براش ترتیب بدم. برای این کار من میام اینجا و توی پارامترها یه دونه لینیر میکشم. مهمه که کجا لینیرم ترسیم بشه، بهتره توی میت پوینت باشه. اینجا کلیک میکنم تا اینجا و میکشم میذارمش اینجا. میام توی اکشن
و یه دونه اکشن اسکیل بهش نسبت میدم. اسکیل رو انتخاب میکنم، روی دیستنس کلیک میکنم، میگه آبجکت رو انتخاب بکن. ما اینجا 2 تا آبجکت داریم یا 3 تا آبجکت داریم، بعد همش انتخاب بشه. همه رو اینجوری انتخاب میکنم و اینتر میکنم. کار تمومه. کلوز رو میزنم، سیوش میکنم. حالا اگر انتخابش بکنم میتونم خیلی راحت با استفاده از این گریپی که دارم اسکیلش رو انجام بدم بدون نیاز به هیچ دستوری. از این طرف هم میشه اسکیل بشه، ولی بهتر که از بالایی استفاده شه. آندو میکنم. از این بالایی باید اسکیل رو شما انجام بدی که مکانش تغییر نکنه. حالا میتونم کنترل 3 رو بزنم، این موضوع رو سیو بگیرم از کارم و منتقلش کنم به این قسمت و اینجا ازش استفاده کنم. اینو پاکش میکنم، میام اینجا اینو کلیک میکنم. چون که پیک پوینتش درسته میتونم خیلی راحت بذارمش روی طبقه بشینه و میتونم مووش هم حالا بکنم این طرفتر قرار بدم و اسکیلش رو اصلاح بکنم به هر سایزی که دوست دارم در بیارم. اما من میخوام که این اسکیله با یک نسبتی اتفاق بیفته که اختیارش دست من باشه. یعنی چی؟ من میام اینجا و این فایلم رو میارم میذارم اینجا، اینو هم پاکش میکنم، اینو اکسپلودش میکنم و بعد میام اینجا یه دونه بلاک دیگه میسازم، بی اینتر رو میزنم، نامش رو میذارم مثلا صندوق پارامتریک و پیک پوینت رو میزنم توی مید پوینتش و سلکت آبجکت کلش در حالت انتخاب اینتر. اوکی رو میزنم و وارد بلاک ادیتور میشم. حالا میام اینجا کنترل 3 رو میزنم تو پلت بره مثل همیشه و یک پارامتر لینیر در نظر میگیرم توی میت پوینت تا اینجا و میذارمش این طرف و اکشن اسکیل رو هم بهش نسبت میدم به این پارامتر و به این اشکال و اینتر. حالا میام چه کار میکنم؟ میام یک امکان جدید رو استفاده میکنم به نام لوکاپ. ببینید من اینجا توی اکشن لوکاپ رو دارم و اینو نمیگم. توی پارامتر باید لوکاپ داشته باشیم که اینجاست. اول پارامتر لوکاپ رو استفاده میکنیم، بعداً اکشن لوکاپ رو استفاده میکنیم. ترتیبش مهمه. میام توی پارامتر لوکاپ رو انتخاب میکنم و اینجا یه دونه لوکاپ کلیک میکنم که قرار بگیره. مهم نیست کجا باشه، ولی بهتر که یکم فاصله با این داشته باشه، بالاتر قرارش میدم. و بعد میام اینجا توی اکشن و اکشن لوکاپ رو به پارامتر لوکاپ نسبت میدم. یعنی روی این لوکاپ کلیک کردم، اینجا روی این کلیک کردم و این پنجره برای من باز شد با این جدول ها. حالا میام اینجا اد پراپرتیز رو میزنم و اینجا دیستنس 1 رو نوشته. این دیستنس 1 همین دیستنس 1 روش دابل کلیک میکنم. حالا میتونم براش ساختار تعریف بکنم. مثلا اینجا عدد 20 رو وارد میکنم. یعنی چی؟ یعنی این رو تبدیلش بکنه به 20 سانتی متر و اینجا یک نام براش در نظر میگیرم. هر نامی دلم میخواد. مثلا می‌نویسم 20 سانتی متر به این ترتیب. این نام مهم نیست، این عدد مهمه. وقتی که اینجا تایپش میکنی یه دونه جدول دیگه این پایین یه سطر دیگه باز میشه. میتونم اینجا بیام حالا مثلا عدد 30 رو وارد کنم. اینجا هم می‌نویسم 30 سانتی متر. میام اینجا مثلا عدد 40 رو وارد میکنم. اینجا هم می‌نویسم 40 سانتی متر. همینجوری میتونم اعدادی که نیاز دارم رو وارد کنم. مثلا 60 رو وارد میکنم، اینم بشه 60 سانتی متر و همینطور و همینطور. کارم که تموم شد روی اوکی کلیک میکنم و اینجا کلوزش رو میزنم، سیو رو میزنم و حالا اگر که موضوعم رو انتخاب بکنم اینجا لوکاپ من اومده، روش کلیک بکنم میتونم بکنمش 20 سانتی متر. الان چه اتفاقی افتاد؟ الان اگر که بیام دایمنشن بزنم از این زیر تا این بالا دقیقاً 20 سانتی متر. اگر بیام اینجا لوکاپش رو تغییر بدم، اینجا کلیک بکنم بزنم روی 30، این میشه 30 سانتی متر. اگر بذارمش روی 40 میشه 40 و دقیقاً به همون چیزی اسکیل میشه که من بهش دستور دادم. خب خیلی کنترلش بهتر شد. حالا شاید برای موضوعی مثل این صندوقچه به درد ما نخوره این قضیه، ولی زمانی به درد میخوره که تو بخوای یه دونه یخچال اینجا بسازی و این یخچال تو بخواد ارتفاعش تغییر کنه. مثلا یخچال هایی که فریزر بالا یخچال پایینه یا یخچال پایین فریزر بالاست، اینا ممکنه ارتفاعهای مختلفی توی بازار داشته باشن. شما میتونی یه دونه آبجکت بسازی و اون ارتفاعها رو از توی بازار بگیری اطلاعاتش رو و با استفاده از اسکیل اون ارتفاع رو بتونی اینجا به دست بیاری. این یکی از اون کارهایی که به عنوان مثال میشه از این طریق انجام داد. البته خیلی دقت بالایی نداره این قضیه چون عرض یخچال هم باهاش بزرگ خواهد شد، ولی به عنوان مثال دارم عرض میکنم که ما میتونیم یه همچین کاری رو هم انجام بدیم. حالا میام اینجا کنترل 3 رو میزنم و اینجا این بلاکم رو وارد این قسمت میکنم. کنترل اس میذارم، کارم سیو میشه و این موضوع رو میندازمش اینجا. اینو دیگه لازمش ندارم و دلیتش میکنم، اینم پاک بشه. صندوق پارامتریک هم ساختم و میتونم حالا برم سراغ موارد دیگه. مثلا میتونم بیام و فرض بگیریم که من میخوام این صندوقم رو از 2 تا زاویه مختلف ببینم، یا مثلا بذارید ببینم آبجکت دیگه داریم که مثال بزنم اینجا. آره مثلا این کیف رو انتخاب میکنم و این کیف رو هم انتخاب میکنم و میذارمشون توی این قسمت قرار میدم و اینو میذارمش اینجا. حالا
از این دسته هم میتونیم استفاده بکنیم. من میخوام این دسته رو هم اینجا ببینم، اینطوری میذارمش اینجا. حالا باید یه جایی باشه که از نظر ظاهری هم درست باشه. میتونیم یکم ادیتش بکنیم. اینو بیام اینجا اکسپلودش بکنم و اینا رو دلیت بکنم، اینا رو هم دلیت بکنم. مثلا یه همچین چیزی باشه که تا اینجا اومده. میخوام در حقیقت نمای کناری همین کیف رو ساخته باشم یه جوری. فرض میگیریم که این نمای کناریش میشه. حالا خیلی با دقت نمیخوام انجام بدم، بعداً میرسیم بهش که چجوری با دقت انجامش بدیم. فقط میخوام روال کار رو آموزش داده باشم. در قدم بعد میام اینجا یه دونه لاین میکشم از زیر این به سمت اینور، از بالای اینم به سمت اینور و اینا باید همسایز بشن. اینو انتخاب میکنم و ام اینتر رو میزنم، از این پایین‌ترین نقطهش میذارم اینجا و دوباره انتخاب، اینا از حالت انتخاب خارج بشن. اس اینتر رو میزنم اینجا، کلیک میکنم، آر اینتر رو میزنم که بهش رفرنس بدم تا اینجا و بعد اینا رو میذارمشون اینجا. دوستان اگر این دستورها رو بلد نیستید حتما جلسات قبلی رو نگاه کنید. تمامی این موارد کامل آموزش داده شده. خب الان اینا سایزشون یکی شد. میام اینو انتخابش میکنم، با استفاده از کلیک راست یه دونه بلاک ازش میسازم، پیست از بلاک. این رو هم همینطور کلیک راست و پیست از بلاک رو میزنم، اینا رو پاک میکنم. دو تا بلاک دارم، میام اینو ام میزنم، از اینجا میذارمش اینجا وسط این و یکم مووش میکنم به سمت راست که دقیقاً وسط قرار بگیره. ارتفاعش رو باید درست بکنم، ام اینتر رو میزنم، این نقطه رو میذارم اینجا و الان همه چیز آماده است. حالا میام یه دونه بلاک مشترک میسازم، بی اینتر رو میذارم، مثلا نامش رو میذارم کیف پارامتریک. به این ترتیب پیک پوینتش رو در نظر میگیرم توی پایین ترین نقطه مشترک. مثلا این نقطه رو که انتخاب بکنم هم این روی سطح میچسبه هم این. حالا این یه قوسی داره ولی این نقطه که پایین ترین نقطهش باشه چسبیده روی این دیگه. حالا یکم فاصله داره، خیلی اهمیتی نداره، بعداً به دقت انجامش میدیم. من روی این نقطه کلیک میکنم و اینجا میام سلکت آبجکت رو میزنم، اینو رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم و اوکی رو میزنم، کار تمومه. روش دابل کلیک میکنم و وارد این قسمت میشم. کنترل C رو میزنم تو پلتم بره. میخوام که یه حالتی باشه که وقتی پارامترم رو انتخاب میکنم فقط از نمای مثلا روبرو ببینم و یا فقط از نمای کناری یا سایدش. برای این کار میام توی پارامترها و یه دونه ویزیبیلیتی در نظر میگیرم. روی این ویزیبیلیتی کلیک میکنم، میام اینجا هم یه دونه مثلا اینجا کلیک میکنم، اینجا برای من ویزیبیلیتی رو نمایش میده. میام روی این گزینه کلیک میکنم تا این پنجره برای من باز بشه. اینو رینیمش میکنم، روی رینیم کلیک میکنم، یک نامی در نظر میگیرم، مثلا نمای فرانت برای نمای روبرو. به فارسی هم میتونید بنویسید، من نوشتم فرانت و دوباره یه دونه دیگه میسازم، روی نیو کلیک میکنم و اسمش رو میذارم سایت. به این ترتیب این گزینه رو میذارم روی همین آخری باشه، کاری بهش ندارم. اوکی رو میزنم، یه دونه فرانت دارم یه دونه سایت دارم، اوکی رو میزنم. الان اینجا برای من اینا رو نوشته، میذارمش روی حالت فرانت که نمای روبرو باشه. میخوام که الان توی فرانت که هستیم، توی نمای روبرو هستیم، این شکل من هاید بشه، دیده نشه. و اگه این اتفاق بیفته روی این گزینه باید کلیک بکنم تا اینویزیبلش بکنه. کلیک میکنم و بعد میام این موضوع رو انتخاب میکنم، اینتر رو میزنم و اینویزیبل شد. حالا میام اینجا و فرانت رو میذارم روی سایت، دوباره اون برمیگرده. این دفعه باید این فرانت اینویزیبل بشه. میام اینجا کلیک میکنم و روی این گزینه هم کلیک میکنم و اینتر میزنم و اون اینویزیبل میشه. حالا کار تمومه. کلوز رو میزنم، سیو رو میزنم و الان میبینیم که آبجکت من ساخته شده. کافیه که انتخابش بکنم، ویزیبیلیتیش اینجا هست، کلیک میکنم میذارم روی سایت، کلیک میکنم میذارم روی فرانت. به همین راحتی تونستم که هر دو تا نما رو داشته باشم. شاید بخوام توی اون طبقه‌ای که قرار میگیره از نمای روبرو باشه، شاید بخوام که از نمای سایدش باشه. خیلی راحت میتونم این کار رو انجام بدم. و الان کنترل S رو میزنم کارم سیو شه، کنترل C رو میزنم این بیاد و این موضوع رو میندازمش اینجا. اینم کیف پارامتریک. من از این طریق میتونم تمامی اون مواردی که دارم رو به صورت پارامتریک بسازم و ازشون استفاده بکنم. ما در جلسات آینده به مرور ممکنه که بلاک‌های دیگه‌ای رو بسازیم، پارامترهای دیگه‌ای رو معرفی بکنیم و کار بکنیم. ولی با همین چند تا دونه که تا الان یاد گرفتید، کلیه این موارد رو، کلیه آبجکت‌هایی که توی آشپزخونه و کمد دیواری نیاز دارید رو میتونید پارامتریک بکنید و ازش استفاده بکنیم. حالا فرض میگیرم که من 10 ها پارامتر رو اینجا تعریف کردم، 10 ها بلاک اینجا وجود داره و کارم تموم شده. میخوام ازش بکاپ بگیرم و برای دوستم بفرستم. باید چه کار بکنم؟ اگر که بیام اینجا توی درایو C مثلا اینجا و وارد پوشه سورس بشیم و این فایل رو به تنهایی براش ارسال بکنم، بله اون پلت من میره ولی چیدمانش درست نخواهد بود. برای اینکه درست بشه باید چه کار بکنم؟ میام اینجا و توی این DWG قرار
میگیرم و اینجا کلیک راست میکنم توی قسمت پلتم، کلیک راست میکنم کاستومایز پلت رو انتخاب میکنم. اینجا پلت کمد دیواری رو داره به من نمایش میده. روش کلیک راست میکنم و اکسپورت میکنم. اکسپورت رو زدم. حالا میرم سراغ آدرسش کجا بود؟ توی درایو C بود، توی پوشه سورس و همینجا من میتونم اینجا یک پوشه اکسپورت هم بسازم که کم کارم مرتب تر باشه. یک پوشه میسازم به نام اکسپورت و اینجا توی اکسپورت وارد میشم و سیو رو میزنم. کار تمومه. الان توی اینجا توی درایو C تو پوشه سورس این اکسپورت رو دارم و اینجا اون XTP برای من وجود داره و اینجا ایمیج های مربوط به اون بلاک هایی که من ساختم هم هست. خب حالا میتونم چه کار بکنم؟ میخوام این فایل رو برای دوستم ارسال کنم. میام اینجا این پوشه سورس رو کنترل C میزنم، یا توی دسکتاپ پیستش میکنم، میشه اینجا و بعد خیلی راحت میتونم که بیام روش کلیک راست بکنم و وینرر رو انتخاب بکنم و اینجا add to source رر رو انتخاب بکنم تا برای من این فایل رر رو بسازه. بازش هم که بکنی تمامی محتویات اون چیزایی که داشتیم اینجا وجود داره. خیلی راحت میتونه اکسترکتش بکنه و اون فایلش رو بیاره توی درایو C قرار بده و بعد که این کارو کرد بیاد چه کار بکنه توی اتوکدش. فرض میگیریم که اینا نیستن، مثلا من میام اینجا و این رو کلا میتونم دلیتش بکنم، تا چون الان یه دونه است نمیذاره این کار بکنم، یه دونه جدید میسازم، نیو پلت میسازم. حالا میام این رو اینجا دلیتش میکنم به این ترتیب و الان من اون دوست شما هستم که میخوام فایل رو باز بکنه. کلیک راست میکنم، اینجا میام توی کاستومایز پلت و اینجا روی این گزینه کلیک راست ایمپورت رو میزنم و بعد میام توی همون شاخه‌ای که فایلم رو قرار دادم، یعنی توی درایو C و توی پوشه سورس و اکسپورت و این گزینه رو انتخاب میکنم و اوپن رو میزنم. تمامی اون چیزایی که داشتم رو برای من با نام درست به همون ترتیبی که بود وارد میکنه و میتونم ازش به خوبی استفاده کنم. تمامی پارامترها هم وجود داره. این از روش ایمپورت کردن، اکسپورت کردن و ارسالش برای دیگران. حالا این ساختاری بود که ما نیاز داشتیم برای تولید یک کتابخانه منطقی برای فایل هایی که داریم. همین روش رو میتونیم برای این لباس ها انجام بدیم. همه چیز توی لایه درست قرار داره، اسکیل درست قرار داره، میتونه پارامتریک باشه و با خلاقیتی که خودتون میتونید به خرج بدید میتونید که آبجکت های متنوعی رو برای خودتون بسازید و ازش استفاده بکنید. اما در انتهای این جلسه من میخوام که یک سورپرایزی بکنم شما رو و بیام به شما نشون بدم که من چه بلاک هایی رو ساختم. میام اینو پاکش میکنم، اینجا دلیت پلت رو میزنم، دیگه نیازی به این ندارم و در ادامه میام اینجا توی درایو C این پوشه سورس رو هم دیگه لازمش نداریم، این رو هم کلا پاکش میکنم. من قبلا یک پوشه ساختم به نام اتوکد لایبرری و این فایل ها اینجا وجود داره و میبینید که حجمشون هم خیلی زیاده، بالغ بر 250 مگابایت. من فقط اومدم آبجکت ساختم. بریم ببینیم که داستان از چه قراره. اینجا هم اکسپورتش رو داریم، تمامی این موارد وجود داره و بریم که اینا رو وارد اتوکد بکنیم. من میام اینجا و کلیک راست میکنم، کاستومایز پلت رو میزنم و اینجا کلیک راست ایمپورت و وارد درایو C میشم و میام اینجا توی اتوکد لایبرری و توی اکسپورت و اینا رو دونه دونه باز میکنم. خب کارم که تموم شد اینجا کلوز میزنم و اینا چیزاییه که من ساختم و همونطور که میبینید رنگی هستن و قراره حسابی سورپرایز بشین. ببینید دوستان، من میتونم بیام اینجا مثلا توی قسمت رگال و میخوام اینجا آبجکتامو قرار بدم، اینا رو میام پاک میکنم. خیلی راحت میام اینجا میله رگال پارامتریکم رو انتخاب میکنم، میام اینجا کلیک میکنم، اینو انتخابش میکنم و میذارمش اینجا و بعد در ادامه میام اینجا و مثلا پالتوی زنانه رو میتونم اینجا قرار بدم. حالا اینجا چون رگال مردانه بود میام از رگال مردانه استفاده میکنم. اینجا لباسای مردانه دارم، میام اینجا کلیک میکنم میذارمش اینجا. این که انتخاب میکنم میذارمش اینجا. با رنگ بندی های مختلف بدون هیچ محدودیتی از نظر مدل و شکل و رنگ و میتونم اینجا چیزای مختلفی داشته باشم، مثلا این گزینه و خیلی راحت بیام ازشون استفاده کنم. حالا این تکراری شد، این یکی رو انتخاب میکنم اینجا قرارش میدم میذارمش اینجا. میتونم به همین راحتی بیام و اینجا پرش بکنم. حالا این اضافی اصلا پاکش میکنم، همین کفایت میکنه. یا برای رگال زنانه دوباره میتونم اینا رو بیام پاک بکنم، اینا هم پاک بشه به این ترتیب. یه دونه میله رگال بذارم اینجا براش، مثلا توی این نقطه و اینو هم میذارم اینجا و بعد میام پالتوی زنانه خیلی راحت اینجا قرار میدم و ببینید با چه کیفیتی داره این آبجکت ها وارد میشه. یعنی
کاملا از نظر ظاهری شکیل و زیباست، اصلا قابل مقایسه نیستش با اون چیزی که ما تا الان داشتیم کار میکردیم. ببینید دوستان، این روشی که من الان دارم کار میکنم برای اولین بار در ایران و میتونم به جرئت بگم در دنیا هستش که در زمینه کمد دیواری و کابینت شما از یک همچین تصاویری استفاده بکنی توی محیط 2 بعدی، نه محیط 3 بعدی. یعنی انگار که شما رندر گرفتی توی محیط اتوکد بدونی که واقعا رندر گرفته باشی و بتونی از یه همچین تصاویر استفاده کنید. ببینید الان اینا رو نگاه کنید، ما تا الان استفاده می‌کردیم این لباس‌ها. من اینا رو پاک می‌کنم. من اینجا اومدم یه دونه پلت ساختم به نام لباس طبقه. میام اینجا کلیک میکنم، شما کیفیت رو یه لحظه مقایسه کن ببین چی شد، با چه کیفیتی داره کار انجام میشه. میتونم مثلا لباس اضافه بکنم به صورت شلوار لی، یا مثلا بیام با رنگ بندی های مختلف این کار انجام بدم، یعنی محدودم به 1-2 مدل نباشه. ببینید چقدر شکیل تر میشه. حالا یک لحظه فکر کن شما قراره یک همچین چیزی رو به کارفرما نشون بدی، اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی فرض کن که مثلا یک کارفرمایی وجود داره که میخواد به شما 40 تا واحدش رو بده که براش کمد دیواری بزنی و بعد 10 تا شرکت 15 تا شرکت رقیب اومدن اتوکد زدن و با همین اشکال براش اومده آبجکت گذاشته. بعد تو میای با یک همچین تصاویری بهش خروجی میدی و مثلا پرینت میگیری، پرینت رنگی با کیفیت میذاری جلوش. وقتی نگاه میکنه شوکه میشه، چون چیزی که داره میبینه فایل اتوکده و بعد با این دیتیل و جزئیات داره کار انجام میشه. یعنی به جای این که من بیام اینجا صندوق بذارم، میتونم بیام چمدون بذارم. اینجا آبجکتش رو دارم، اینجا توی چتر و چمدان من اینجا چمدان رو دارم، میتونم روی این کلیک بکنم بیارم اینجا بذارمش اینجا. میتونم از یه رنگ دیگه استفاده کنم، اینو انتخاب بکنم بیارم بذارم اینجا به همین راحتی، یا مثلا بیام این انتخاب بکنم چمدان رو اینجا قرار بدم. سایزاش همه دقیقه، همش فکر شده است، تمامی اسکیلا درسته، لایه بندی هاش درسته، توی لایه درست قرار گرفته و میتونید خیلی راحت هایدش بکنید هر کدوم رو که میخواید. میتونید مثلا کتابخونه داشته باشید. من اینجا توی قسمت کتاب اومدم کلی کتاب ساختم و اینا رو اینجوری میتونید بذارید اینجا و ازش استفاده کنید. و جالبه که قطع کتاب ها رو میتونید تغییر بدید، یعنی کافیه بیاید اینجا لوکاپش رو تغییر بدید. کتاب ها مثلا چه ارتفاعی داشته باشن، مثلا 18 سانتی متری داریم، 24 داریم، بزرگترینش که ایکس لارج باشه 33 سانتی متریه و غیره. یعنی شما بسته به اون طبقه بندی که انجام دادی میتونی از این کتابا استفاده بکنی. تمامی این کتاب‌ها هم پارامتریکن، همشون لوکاپ دارن و میتونید ازشون استفاده کنید و تنوع زیادی داره. یعنی شما هر چقدر که طبقه داشته باشی میتونی کتاب‌ها رو پر بکنی و هیچ کدوم هم شبیه اون یکی نباشه، تکراری نباشه چیزی. دوستان این چیزایی که دارید الان میبینید برای اولین بار اتفاق افتاده. یعنی اینا چیزایی نیست که شما بتونید توی اینترنت دانلودش بکنی، هیچ کجا وجود نداره با این کیفیت. مثلا اگر جا رخت خوابی داشته باشی، مثلا سبک ما ایرانی ها، میتونی بیا اینجا تشک انتخاب بکنی بذاریش اینجا. این تشک رو من خودم ساختم، یعنی تمام این چیزایی که دارید ببینید رو به کمک هوش مصنوعی و به کمک فتوشاپ و ایلوستریتور اومدم ساختمش، دیزاینش کردم. یا مثلا اینجا میتونی شما پتو بذاری، پتوی گلبافته، میتونی با رنگ بندی های مختلف ازش داشته باشی، بچینی بیای بالا. فکر کن یه لحظه مشتری اینو ببینه چقدر احساس بهتری داره نسبت به طرح شما. یا مثلا بالش‌های طبی که توی بازار خودمون وجود داره، این دکتر دو یک برند ایرانیه، من اومدم و ازش استفاده کردم. یا مثلا بالش ساده اگر بخوای روش قرار بدی، تمامی این آبجکت‌ها وجود داره و می‌تونی جا رخت خوابیت رو پر بکنی با این تصاویر. حالا رنگ بندیشو دوست نداری، می‌تونی از رنگ بندی‌های دیگه استفاده بکنی، مثلا این رنگی باشه. شما تنوع داری اینجا و میتونی از تنوع رنگش استفاده بکنی و هر چیزی که میخوای بسازی. یا مثلا فرض کنید که خانم ها خب خیلی لوازم آرایش دوست دارن دیگه، میتونید توی این طبقه لوازم آرایشی بذارید. اینجا من دارم، اینجا اوت کلون رو که باز بکنید این پالت ها مربوط میشه به لوازم آرایشی. مثلا پالت آرایشی رو کلیک میکنی میذاری اینجا، دوباره اینو کلیک میکنی، ببین همه چیزش درسته، رنگ بندی‌ها درسته، شکل‌ها درسته. میتونی از اوت کلون استفاده بکنی، مثلا اوت کلون بذاری. انواع و اقسام اوت کلون‌ها رو من اینجا اومدم دونه به دونه همه رو درستشون کردم و شما به همین زیبایی میتونید ازش استفاده بکنی. همه پارامتریکن، همشون فکر شده براش. و میتونید مثلا جواهرات داشته باشید، جعبه جواهرات براشون بذارید. اینا خیلی کمک میکنه به فروش. مثلا شما یک همچین چیزی رو میذارید توی طبقه و مشتری خندش میگیره، میگه مگه ما اینقدر جواهر داریم؟ بعد شما مثلا میتونی بگی که آره چرا ندارید، ان شاءالله داشته باشید و غیره، و باب شوخی رو باز بکنی باش که بتونی به قرارداد برسونی کارت رو. انواع و اقسامش هم هستش اینجا. حالا مثلا مدل های مختلف دیگه‌ای که میتونن
وجود داشته باشن و میتونید ازشون استفاده بکنید. یا مثلا برای بحث کفش، اگر که جا کفشی ساختی، انواع و اقسام کفش ها هست. مثلا اینجا شما میتونی بیای اینجا و از این کتونی ها استفاده بکنی و میتونی بیای اینجا به این ترتیب از این رنگ دیگه‌اش استفاده بکنی، میتونی بیای اینجا بوت مردانه استفاده کنی و تمامی اینا سایز بندی هاش فکر شده است. یعنی من راجع به ارتفاع اینا تحقیق کردم توی بازار، ابعاد و اندازه هاشو استخراج کردم. مثلا بوت زنانه بلند داریم، این دقیقاً تو همون ابعاد واقعیش هستش. یعنی شما اگر که میخوای طبقه بندی تو توی آنالیز انجام بدی، میتونی به عنوان رفرنس از این تصاویر استفاده کنی، بدونی که بوت زنانه چقدر ارتفاعش، همونقدر براش طبقه در نظر بگیری. در بلندترین حالت، در بوت‌های متوسط، الان این بوت بلندشه، مثلا این بوت زنانه کوتاهشه، به این ترتیب سایزش با این فرق میکنه. بعد مثلا شما اینجا کفش مردانه داری، میتونی از کفش مردانه استفاده بکنید. ببینید تمامی اینا با کیفیت بالا وجود دارن و میتونید ازشون استفاده بکنید. یا مثلا کوله پشتی، الان این کوله رو من انتخاب میکنم، میارم میذارمش اینجا و بعد میتونم اینو بیام لوکاپشو بزنم ساید، از نمای کناری ببینمش. میتونم اینجا بذارمش روی هوریزونتال، انگار که خوابیده گذاشتمش توی این طبقه. یعنی همه اینا قابل مدیریته. من میتونم اینو کلیک بکنم بیارم اینجا بذارمش، یه کوله پشتی هم اینجا افتاده باشه. حالا رنگشو دوست ندارم، اینجا 14 تا کوله پشتی وجود داره، یکی دیگر رو انتخاب میکنم، این مثلا میذارمش اینجا با این رنگ. یعنی هم تنوع وجود داره، هم پارامتریک هستن و موارد دیگه هم وجود داره. مثلا میتونم بیام اینجا یه دونه چتر انتخاب بکنم، اینجا کنار جالباسیشون یه چترم مثلا اینجا آویزون بشه، مثلا پاکش میکنم، اینو که میارمش این طرفتر. به عنوان یه چیز جالبی میتونید توی طرحاتون استفاده بکنید. یا مثلا میام اینجا توی کیف های زنانه، انواع و اقسام کیف ها، 20 تا کیف من اومدم ساختم. هر کدومو که انتخاب بکنید و بذارید اینجا، هم از نمای روبرو هست. حالا سعی کردم کیف های به روز دنیا رو استفاده کرده باشم. حالا من خانم نیستم، نمیدونم اینا خوشگل هستن یا نه، ولی سعی کردم از جدیدترین برندهایی که توی بازار هستش استفاده کنم، هم از نمای کناره، هم از نمای روبروه. دقیقاً همون عکسه ها. خیلی جالب این قضیه. یا مثلا این کیف، شما میتونی اینو قرارش بدی توی طبقات از نمای روبرو ببینی یا از نمای کناری ببینی، یا اینم از نمای کناری ببینی و اینا رو کنار هم بچینیشون و توی مثلا یک طبقه‌ای اختصاص بدی به کیف ها. دوباره ابعاد اینا دقیقه، یعنی ارتفاع این کار فکر شده، همینجوری نیستن اینها. دونه دونه راجع به سایز ها و اسکیل هاشون من وسواس به خرج دادم و ازش استفاده کردم. در زمینه آشپزخانه ما اینجا اپلاینس ها رو داریم. مثلا شما سینک میخوای، اینجا سینک پارامتریک رو انتخاب میکنی، میذاریش اینجا. ببین شیر داره، سینک داره. الان این لگن راسته، میتونی انتخابش بکنی. لگن چپ میخوای، میذاریش روی لگن چپ، درست میشه. همه چیزش هم دقیقه، ابعادش دقیقه، همه استانداردها رعایت شده. مثلا شما گاز صفحه‌ای میخوای 5 شعله، این 5 شعلهشه، میای اینجا لوکاپش رو میذاری 4 شعله، میشه 4 شعله، میذاری روی 2 شعله، میشه 2 شعله. یا مثلا میای اینجا گاز مبله میخوای بذاری، مشتری گاز مبله داره، این میشه گاز مبله 4 شعله است. میتونی یه طرح دیگه رو انتخاب بکنی، مدل 2. یا مثلا گاز 5 شعله میخوای، اجاق مبله 5 شعله، این یه مدلشه. میتونی بیای اینجا مدل 2 رو انتخاب کنی، میتونی بیای مدل 3 رو انتخاب بکنی. همین موضوع راجع به فر هستش، همین موضوع راجع به مثلا قهوه ساز هستش و بقیه چیزهایی که شما نیاز دارید. مثلا یخچال فرنچ دور پارامتریک داریم، میتونی بیاری بذاریش اینجا، ببینید کیفیت رو. و میتونی بیای اینجا و مدل های متفاوت دیگه داشته باشی، مدل شماره 2، مدل مثلا شماره 3 و با رنگ بندی های مختلف ازش استفاده بکنید. این تصاویر رستر نیستن که عکس پیکسلی باشن، اینا با هچ ساخته شدن. یعنی با همون دستور هچی که خودمون میدادیم اینا رو من ساختم. حالا میگم که چجوری این اتفاق افتاده. در جلسه آینده ما قراره به شما 0 تا 100 ساختن یک همچین چیزهایی رو آموزش بدیم که شما بدونید چه ورک فلوی رو باید طی بکنید تا به یک همچین نتایجی دست پیدا بکنید. ما جلسه آینده قراره این موارد رو با هم دیگه کار بکنیم. یک ورک فلوی طولانی داره، من خیلی مردد بودم که این رو آموزش بدم یا نه. علتش اینه که ما قراره توی این دوره آموزش اتوکد بدیم به شما، ولی من مجبورم که هم ایلوستریتور بهتون آموزش بدم، هم فتوشاپ بهتون آموزش بدم و هم هوش مصنوعی. یعنی هر ستای اینا همزمان باید انجام بشه تا شما بتونی به این خروجی دست پیدا بکنی. یک پروسه طولانی مدتی داره و خیلی زحمت میبره که بهش برسیم، اما ارزشمنده. زمانی که کار تموم بشه شما با بالاترین کیفیت ها میتونی تمامی آبجکت هات رو داشته باشی و ازشون استفاده بکنی و مسلماً توی قرارداد بستنتون با مشتری خیلی تاثیرگذاره وقتی شما بتونی با یک همچین کیفیتی کار بکنی و پرزنتش بکنی. خب
این جلسه هم به پایان رسید. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایکش بکنید. اگر که سوالی دارید توی بخش کامنت ها میتونید مطرح بکنید. اگر کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید و ما رو حمایت بکنید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای آینده ما باخبر بشید. تا جلسه آینده، بدرود.